خواهش میکنم جناب بیداد تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان. یک غزل مثنوی تقدیمتون میکنم. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنید که از هجر گل نوای فغانش به حنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آیینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، امروزتان طلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است، وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست، وقتی تبر مدافع حق صنوبر است، وقتی به دادگاه عدالت طناب دار بر صدر می نشیند و قاضی و داور است، وقتی تراوت چمن از اشک ابرهاست، وقتی که نقش خون به دل ما مصور است، وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند، وقتی که مار معجزه یک پیامبر است، وقتی که برخلاف تمام فسانه ها امروز شعله مسلخ سرخ سمندر است. از من مخواه شعر تر ای بی خبر ز درد، شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است. ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم، تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است. این تخت پاره ها که به آن چنگ میزنید، تهمانده های زورق بر خون شناور است.